به این سوال اساسی جواب بدیم. چرا گورخرها راهن؟ اول جوابی که به ذهن آدم میاد اینه که خب سیاه و سفید مد شده دیگه. ولی واقعا چرا؟ بیاین این معما رو با هم دیگه حل کنیم. تئوری استتار. اولین چیزی که دانشمندا گفتن اینه که راه برای استتاره. عجب. گورخری که وسط علفزار بی‌درخت وایساده چطور ممکنه با این خطوط استتار کنه؟ مثل اینه که بخوای با پیژامه وسط پارتی مخفی بشی. تئوری تنظیم دم. یه نظریه دیگه هم هست میگه که راههای گورخرا به تنظیم دمای بدنشون کمک میکنه. یعنی گورخرا یه سیستم کولینگ شخصی دارن. حالا جالبه که ما هنوز برای خودمون تو تابستون راهی پیدا کردیم که این گرما نجات پیدا کنیم، ولی گورخرا با این استایل خاص خنک میمونن. تئوری ارتباط اجتماعی. خب حالا میرسیم به یک نظریه بامزه دیگه. گورخرا از راهها برای شناسایی همدیگه استفاده میکنن. یعنی توی گله میگن داداش راه علی کجا رفته؟ انگار همشون از یه بوتیک با طرح منحصر به فرد خرید میکنن. هر گورخر راههای مخصوص به خودشو داره، شبیه اثر انگشت ما. این الگوها بهشون کمک میکنه که توی گله بتونن همدیگه رو به راحتی شناسایی بکنن. تئوری حشرات. یکم جدی باشی. راههای گورخر احتمالاً برای گیج کردن حشرات. آره، این راههای گورخرها باعث میشن مگس‌های گزنده مثل تسه و مگس اسب نتونن به درستی روی بدن گورخر فرود بیان. این حشرات معمولاً روی سطوح صاف و تیره جذب میشن. اما الگوهای راهی گورخر باعث سردرگمی و اشتباه در تشخیص سطح میشه برای حشرات. این به نوعی مثل یک توهم نوری برای حشرات عمل میکنه. انگاری گورخرها استاد این بازی هستن. با یک سری خط و خطوط ساده مگس‌ها را کیشومات میکنن. برای ما اشرف مخلوقات هنوز نمیتونیم مگس‌ها را از دوربر غذامون دور کنیم. در نهایت معلوم شد که این راهها واقعا چند منظور است. از استایل شیک بگیر تا برای دادن مگس‌ها. گورخرها انگار یه جور ابرقهرمان دنیای حیوانات هست. پس دفعه بعدی که گورخری دیدید یادتون باشه که پشت اون راهها علم عمیقی خوابیده. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. حتما داخل کامنت بگید که با کدوم تئوری بیشتر موافقید.